اما بریم سراغ خلق آینده‌ای که مقدر نبود. چطور می‌شود از خاکستر شکست‌ها دوباره جوانه زد؟ موضوع جذابی که مدیر عامل مجموعه فینووا فرشید اردوانی عزیز انتخاب کرده. خانم آقایون فرشید اردوانی رو تشریف کنید. سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی ممنونم از حضور گرمتون. من فرشید اردوانی هستم، مدیر عامل فینووا. یه چیزی هولوش 30 سال تجربه و سابقه کار دارم در حوزه‌های مختلف، مهندسین مشاور، کارهای تولیدی، سابقه صنعتی دارم. ایران خودرو سالها کار کردم، حوزه‌های استارتاپی و حوزه‌های تدریس، آموزش و اخیراً هم که در فینووا هستم. غیر از بحث حالا کار فنی که توی فینووا انجام میدیم، توی جاهای مختلفی هم عضو هیئت مدیره هستم. از جمله یکی از اونجاها کاریار هست که در واقع در ادامه صحبت حامد عزیز که میگفتن یک جور NGO اجتماعی هست کاریار که در حوزه توسعه برنامه‌نویسی و آموزش برنامه‌نویسی برای بچه‌ها و مهارت آموزای کم بضاعت هستش که یک دونه کانتر هم بالا دارن که خانم راهور و خانم فرجی از همکاران کاریار اونجا هستن. اگر با توجه به اینکه شما دانشکده کامپیوتر هستید مایل بودید که کمک بکنید به کاریار و بچه‌هایی که منتظر کمک هستن در حوزه آموزش، در حوزه TA منتورینگ و در حوزه معرفی مهارت آموزایی که نیاز دارن، شما میتونید که به این کانتر مراجعه کنید. غیر از اون من بیزینس کوچ هستم، کوچ حرفه‌ای PCC که با صدها کیس مختلف در حوزه بیزینس و بحث‌های لایف در واقع سر و کار داشتم، کلاینت‌های مختلفی که داشتم و خب خودم هم تجربه موفقیت‌ها و شکست‌های متعددی رو تو حوزه‌های تولیدی و به حال استارتاپی داشتم. نتیجه همه اونها و این کیس‌های متعددی که با افرادی داشتم که اینها زمین خوردن و بعد بلند شدن، موفق شدن که بلند بشن، در واقع خلاصه و برگزیده‌ای از در واقع چشم‌اندازها و بینش‌های اونها که اونها چجوری بعضی از ابعاد زندگی رو نگاه می‌کردن که باعث شده بتونن بلند بشن رو من تو 8 تا درس آموز در واقع درس آموخته تو 8 تا اسلاید سعی می‌کنم خلاصه خدمتون توضیح بدم. یکی از اون چیزهایی که این عزیزان در واقع اینجوری بهش نگاه می‌کنن این هستش که ما با نقاط قوتمون رشد می‌کنیم. در واقع مثل این هستش که شما در نظر بگیرید که استعدادها و مواهب ما که یک سری موهبت‌هایی هستن، اونا هستن که موتور رشد ما هستن. مثل اینکه یک گیاه رو در نظر بگیرید از جوونه‌هاش هست که رشد میکنه. این خیلی نکته مهمی است. و اون جوونه‌های یک گیاه هست که میتونه جذب بکنه. چی رو جذب بکنه؟ آب و مواد غذایی از زمین و نور از هوا. در نتیجه تمام استعدادهای ما، تمام توانمندی‌های ما در واقع نقش اون جوان‌ها رو بازی میکنه. اون افرادی که زمین خوردن و بلند شدن حتما از نقطه قوتشون دوباره رشد کردن و این خب یک نکته بسیار مهم هستش. مطلب بعدی این هستش که استعدادهای متنوعی ما داریم. استعدادهای ما متنوع ولی به هم مرتبط هستن. شما هر از چندگاهی ممکنه ببینید افرادی هستن که از یه شاخه به شاخه دیگه میپرن. مثلا میگه که تجربه موسیقی دارم، میخوام موسیقی رو تست کنم، میخوام هنر رو تست کنم، نقاشی رو تست کنم، چیزهای مختلف. خب این اشکال نداره، ولی در واقع داستان استعداد ما مثل یک درخت هست که میکاریمش، بعدن اون شاخه های بعدی که استعدادهای فرعی ما هستن ربط پیدا میکنن به اون توانمندی های اولیه ما. ما باید سعی بکنیم که در واقع استعدادهای خودمون رو تو زمینهای مختلف مرتبط به هم رشد بدیم. و خب با داستان استیو جابز آشنایی دارید که اصلا از اولش روی خطاطی کار میکرد و هنر خطاطی رو در واقع برای خودش انتخاب کرده بود. بعد رسید به فونت و اینکه اون کامپیوترهایی که اون زمان بودن چجوری میشه فونت بهشون داد و بعد اینکه حالا که میشه کامپیوترها رو با فونت متفاوت کرد چطوری دیزاینشون تغییر داد و بعد اصلا داستان اپل شکل گرفت و بعدم داستان پیکسار و فیلمسازی و انیمیشن و اینا شکل گرفت. اصلا شما ببینید از کجا شروع کرد
و به کجا در واقع کار رو ادامه داد. پس در نتیجه استعدادهای ما مثل یک درخت هستن و باید حواسمون باشه که اینها چجوری تو زندگی به ما کمک میکنن. برای شناخت و ظهور استعدادهامون باید پیگیر و صبور باشیم. یعنی اینطور نیستش که شما بخواید سریع جواب بگیرید. و نکته مهم اینه که ببینید اون توانمندی و استعدادی که دارید آیا به شما کمک میکنه یا نمیکنه. اگر به شما کمک میکنه یعنی شما اون استعداد رو دارید. اگر شما دارید براش انرژی صرف میکنید و شما دارید براش انرژی خرج میکنید یعنی که اون استعداد جزء استعدادها و قابلیت‌های اصلی شما نیست. چون اون استعدادی که مال شماست به شما انرژی برمیگردونه. دیدگاه سومی که این افراد دارن اینه که نقاط ضعفمون نقاط بهبودهای ما هستن. ما نقاط قوت رو گفتیم که نقاط رشد ما هستن، محرک‌ها و درایورهای ما هستن، ولی نقاط ضعفمون پس چی هستن؟ نقاط ضعف در واقع محدودیت‌هایی هستن که اون محدودیت‌ها باعث میشن ما نتونیم از استعدادهامون تمام کمال استفاده بکنیم. اگه ما بتونیم اون محدودیت‌ها رو ورداریم استعداد ما شکوفا میشه. مثل یه نوازنده‌ای هست که استعداد نوازندگی داره ولی از اون ور تنبل هم هستش. اگه بتونه این محدودیت رو ورداره تبدیل میشه به یک نوازنده زبردست. همینطور یادمون نره که نقاط ضعف ما ممکنه در طول مسیر زندگی به دلیل آسیب‌هایی بوده باشن، زخم‌هایی بوده باشه که ما خوردیم و تو زندگی متحمل شدیم. در این صورت زخم‌ها و ضعف‌های ما محل‌های بهبود ما هستند. تا اونا رو بهبود ندیم نمیتونیم به سمت در واقع شفا و یه زندگی بهتر حرکت بکنیم. این ضعف‌های ما اگر بهبود پیدا نکنن، اگر اونا تأمل نکنیم و اونا رو حل نکنیم، بعداً ممکنه متاسفانه تبدیل بشن به عقده، تبدیل بشن به در واقع کینه و نفرت و دوباره یکی از عوامل خیلی مهم شکست‌های ما هستن. پس افرادی که از زمین بلند شدن غیر از اینکه با استعدادهای خودشون در واقع مسیر جدیدی رو برای خودشون حل کردن، حتما رو ضعف‌های خودشون هم کار کردن و اونا رو تبدیل کردن، بهبود دادن اونها رو. به غیر از این شدنی نیستش. اما عامل چهارم، دیدگاه چهارمی که این افراد دارن اینه که شکست‌ها فقط فرصت‌های یادگیری هست برای اونها و این خیلی نکته جالبی است. در مسیر مستر شدن و حرفه‌ای شدن در زندگی شکست‌ها فقط یک سری پروژه‌های یادگیری هستن. این برای آدم‌های موفق همیشه همینجوری تعریف میشه. و این مثال خیلی جالبی است که شما یه ماشین رو که می‌بینید داره حرکت میکنه، این ماشین دائما داره رو به جلو میره ولی در لحظاتی وقتی دقت میکنید می‌بینید که چرخش داره در خلاف جهت میچرخه و در واقع این چرخش برعکس اون فراز و نشیب و اون بالا پایین شدن ما در پروژه هامون هست و در شکست هایی هست که داریم میخوریم. پس در نظر داشته باشید هر شکستی که ما میخوریم در جهت مسیر حرکت ما رو به جلو داره کار میکنه و اینطوری باید تعریفش بکنیم. شکست های ما فقط نشانگرهایی هستن که به ما نشون میدن و یاد میدن که چطور باید آگاهی ها و مهارت های جدیدی رو پیدا بکنیم. پس در نتیجه مثل یک دانشگاه میمونه این حوزه های شکست های ما. دیدگاه پنجمی که این افراد دارن اینه که تعریف برای قوی بودن، مثلا قوی بودن باید قوی بود. قوی بودن یعنی توان خلق دستاورد. حالا مثلا ما ممکنه بگیم قوی بودن یعنی رانت داشتن، قوی بودن یعنی پول داشتن، پارتی داشتن. اینا تعریف های شاید ما باشه ولی تعریف آدم هایی که زمین خوردن و بلند شدن و دوباره ساختن این نیست. تعریف اونا اینه که توان خلق دستاورد هستش. باید بتونیم دستاورد تولید کنیم، ارزش افزوده خلق بکنیم که در محیط ما، مارکت ما خواهان داشته باشه. اگه چنین باشه به همون میزان قدرت داریم، یعنی به همون میزانی که ارزش افزوده خلق میکنیم ما به همون میزان واقعا در اجتماع و مارکت خودمون قدرت داریم و قدرتمندیم و میدونیم که در این دنیا قدرت نه تنها برای بقا بلکه برای پیشرفت و توسعه هم حتما ضروری است. میانبری نداره، در واقع جایگزینی نداره و این خیلی مهمه که قدرت از اقدام ماهرانه با استفاده از استعدادها و قابلیت‌هامون در جهت خلق نتیجه و دستاورد به وجود میاد. مسیری که در اون ایده و انرژی و منابع ما تبدیل به خروجی‌های ملموس و ارزشمند در دنیای
بیرونی میشه. کلا اگر که شما در نظر بگیرید اگر کسی دستاورد نداشته باشه اصلا نمیشه تعریف کرد آدم موفقیه. نمیشه گفت آدم چه میدونم شاید بتونیم بگی فیلسوف حکیمه ولی آدم موفقی نمیتونیم اسمش رو بذاریم. پس در نتیجه قدرت و قوی بودن حتما با دستاورد باید همراه باشه. دیدگاه ششم که این افراد دارن اینه که موفقیت های ما فقط سمت و سو رو نشون میده. این خیلی جمله مهمی هستش. یعنی چی این جمله؟ شاید تا به حال شده که شما موفقیت های متعددی رو تو زندگی و کسب و کارتون به دست آوردید ولی بعد در یه جایی دیدید راضیتون نمیکنه. احساس کردید یه چیزی کمه، احساس کردید که این اون چیزی که میخواستید نبود و کامل نیست. اما نکته خیلی مهم، این نکته است که من توی آدم‌های بسیار موفقی که کلاینت من بودن و بارها زمین خوردن ولی بلند شدن و دیگه زمین نخوردن، این نکته رو توشون دیدم. این یه دیدگاه طلاییه که در واقع اینها دارن. نباید به تلاش‌ها و موفقیت‌هامون چسبندگی و تعلق داشته باشیم. این شیفتگی‌های ما در واقع در فرم قالب‌ها ما رو محدود میکنه و ما رو در کامفورت زون‌های خودمون حبس میکنه. در ضمنی که شما باید دستاورد داشته باشین، در ضمنی که باید خوشحال باشین که دستاورد دارین، نباید در واقع شیفته و وابسته و دلبسته دستاوردهاتون باشین، چون همونجا نقطه توقف ما خواهد بود. باید بدونیم که قسمت اصلی داستان رو زندگی برای ما کامل قراره بکنه و باید با قدرت دریافت این اتفاق بیفته. یه ویژگی که این افراد در چماخم زندگی و افتادن زمین و اینها به دست آوردن قدرت دریافت هست و در واقع مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما یه دیش ماهواره رو در نظر بگی که موفقیت‌های شما فقط داره جهت رو به شما نشون میده. وقتی جهت رو تنظیم میکنید تازه باید ریسیورتون رو روشن کنید و دریافت کنید. از اونجا به بعد هستش که در واقع زندگی جدید شما شروع میشه و دریافت ها میاد. اون تیکه‌ای که شما میگید یه چیزی کمه رو براتون از اون به بعد پر میکنه. هفتمین دستاوردی که این افراد دارن، حالا با توجه به اینکه من خودم کار کوچینگ انجام میدم، اینه که برای این افراد زندگی خودش در نقش کوچ و تحصیلگر بازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی زندگی برای یه آدم حرفه‌ای نقش کوچ رو بازی میکنه. در لحظه بهش علائم و یه سری نشانگرهایی رو نشون میده و اون با اون هوشمندی که داره و با دریافتی که داره به یک تمامیت و یا اینتگریتی در زندگی دست پیدا میکنه. در واقع دائما داره مشاهده میکنه. کسی که دائم داره مشاهده میکنه حتما تو لحظه حال زندگی میکنه و کسی که تو لحظه حال بی‌اینگ داره و زندگی میکنه حتما فارغ شده از گذشته، تأثیرات گذشته و در واقع دغدغه و نگرانی‌های آینده. و به این ترتیب شما نگاه بکنید افرادی که به این مهارت میرسن غم و غصه ندارن، چون درگیر زندگی کردنن، چون حواسشون به زندگی کردنه و یه لحظه‌ش هم نمیخوان دست بدن. کسی که چنین قدرتی رو داره، عرض کردم خدمتتون، اون یاد گرفته که در بند دستاوردهاش نباشه و با بخشش، با بخشیدن، هبه کردن دستاوردهاش یه مواهب بزرگتری رو به دست بیاره. و حالا اون میتونه که با هر بار از خاکستر در واقع شکستاش دوباره رویش بکنه، چون این قابلیت رو به حال پیدا کرده. و اما هشتمین نکته‌ای که این افراد پیدا میکنن این که قدرت خلق دستاوردهای ماندگار پیدا میکنن. این به چه ترتیب هستش؟ این به این ترتیب هست که ما یاد میگیریم دستاوردهای بزرگتری خلق بکنیم و با فروتنی اونها رو پیشکش کنیم. شما تو داستانهای دینی هم دیدید که پیامبران عزیزترین چیزاشون رو پیشکش میکنن. وقتی قربانی میکنن و پیشکش میکنن در واقع یک درجه‌ای بالاتر میرن. ما باید بتونیم دستاوردهامون رو پیشکش کنیم و به این ترتیب قدرت دریافت بالاتری پیدا میکنیم و با دریافت تمام و کمال در لحظه حال عمق بیشتری به استعدادها و توانمندی‌های خودمون میدیم و از تلفیق اون دریافت‌هایی که داریم میکنیم با استعدادها و توانمندی‌های خودمون چیزی به وجود میاد به عنوان قدرت خلق کردن. یعنی تا زمانی که شما دریافت میکنید و با استعداد خودتون اینو تلفیق میکنید، تا اون زمانی که شما این کارو بلدید و میکنید، مطمئن باشید که چشمه خلاقیتتون هیچ وقت خشک نخواهد شد و همیشه کار میکنید. نیازی نیست کپی کنید از کس دیگه.
و این همون مدلیه که خیلی جالب هست، این همون مدلیه که زمان و مکان داخلشه ولی مسلط برش نیست. شما وقتی به این درجه میرسید، این افراد رو وقتی من دیدم تو این درجه زندگی میکنن، اصلا این که ما در چه عصری دوره‌ای داریم زندگی میکنیم براشون مهم نیست. درست؟ زمان و مکان داخل در واقع داستان زندگی اینا مفهوم پیدا میکنه و این همون چیزی است که شما میبینید سعدی و فردوسی و دیگران، حافظ و اینها، سعدی و حافظ در 700 سال پیش، درست در اوج زمانی که مغول به ایران حمله کرده بود و جای آباد اینجا نذاشته بود، اینا بیرون اومدن و نتیجهش چی شد؟ دستاوردهای ماندگاری که در واقع از خودشون درست کردن. اینجوری هستش که ما میتونیم سرنوشتی رو که روتین معمول زندگی ما میگه نباید اون اتفاق بیفته رو خلق کنیم. این که عنوان موضوع سخنرانی رو من گذاشتم سرنوشتی که مقدر نبود خلق بشه، به خاطر اینکه اون چیزی که ما خلق میکنیم نتیجه جذب ماست، نتیجه مایندست ماست و نتیجه دیدگاه ماست و وقتی اون تغییر نمیکنه، سرنوشتی که اتفاق میفته یک سرنوشت روتینه. زمانی این اتفاق میفته که میگیم سرنوشتی که مقدر نبود خلق بشه، زمانی است که ما این تغییرات رو در خودمون ایجاد میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم اون آدم‌هایی که زمین خوردن چطوری دوباره از خاکستر خودشون بلند شدن. تمام این 8 تا رو اگه ما بتونیم تو زندگی خودمون پیاده بکنیم، ما خالق زندگی و تقدیر جدیدی خواهیم بود. خیلی ممنونم. مرسی. متشکرم. خیلی ممنونم دکتر فرشید اردوانی، مدیرعامل فینووا و بیزینس کوچ برامون صحبت کردن. بحث متفاوتی بود و 8 نکته‌ای که فرمودن، با نقاط قوتمان رشد می‌کنیم، استعدادهای ما متنوع و به هم مرتبطه، نقاط ضعف ما نقاط بهبود ما میتونه باشه، شکست‌ها فقط فرصت‌های یادگیری هستند، قوی بودن یعنی توان خلق دستاورد و موفقیت‌های ما فقط سمت و سو رو نشان میده، زندگی در نقش کوچ و خلق دستاوردهای ماندگار نکاتی بود که آقای فرشید اردوانی فرموده. یه تشویق دیگه بکنید آقای اردوانی. خیلی ممنون.